Королек птичка чаманоро. این کتاب درباره چی است؟ درباره دختری یعنی که دختری شوخ چمانارو درباره دختری در یک باره یک دختر نقل کرده شده است. من باری اخیر کتابی لوید شرانه مدارنامه شخونم چند مثل شعره را ارزاد کردم. من بسیار کتابای لوید شرانه میخونم. خیلی خونم بسیار کتابای مداری از اون سایدو حافظ سعدی. من نقد کتاب از بیبلیوتک گرفتم. من کتاب مرد سخاوتمند بود و در درونش هر خیلی حکایه های نقد بود. من همه حکایه ها رو خواندم و با ترجمه کتاب گرفتم تا آخرش خیلی خواندم نتونستم و تا نیمه‌ش خواندم. کتابم کتاب دانشنامه رو میخونیم بسیار و بعداً باز همین کتابایی که از طرف دانشگاه با ما تقدیم میکنن باید ما از روی آنها درس تیار کنیم و موضوع بذاریم. کتاب کلید معرفت امام غزالی را کمتر خونده بودم و درباره قصه حکایت‌های مثال اصحاب رسول الله، پیغمبران، صحابگان هم بار آخر یادم نمیاد که کتاب خوندم. در یادم نیست بابشه. من نمیتونم ثابت کنم. کتابای تاجیکی من نخوندم، بیشتر با ورزش مشغول شدم. من آخرین بار یک لخت 100 خریدار خواندم. کتابی هندی به زبان تاجیکی ترجمه کرده کردم. کتاب این بار آخر خواندم. همین نه. اکنون بار رفتم که یک کتاب دیگه گرفتم، آدم نوشته گرفتم. امروز میخونم. بعد یک دو کتابی روسی است خطبری گرفتم. من انجلیکا نقص ببینم از 5 قسم عبارت است. یکم جلدش خریدم خواندم، دومش هم خواندم، سومش کافته هم نمیام. اینا هستن نه کم شمور.